که رضاخان به کار اومد شما در چه موقعیتی بودید و چه می‌کردید؟ بعد از اون البته در سن 13 سالگی من آمدم به اصفهان که در مدرسه بود به نام مدرسه گلبهار قسمت متوسطه را در اونجا من تحصیل کردم و بعد به کالج انگلیس ها که در اصفهان به نام استیوارت مموریال کالج معروف بود برای دوره آخر دیپلم و مافوق دیپلم در اونجا شروع به کار کردم. در اون زمان من در اصفهان زندگی می‌کردم و پدرم هم باز چون با علمای اصفهان مربوط بود. اولین دفعه‌ای که من یاد دارم موقعی بود که رضاخان رفته بود به استقبال احمدشاه که از راه اون وقت وزیر جنگ بود و از راه بوشهر با احمدشاه آمدن به اصفهان. پدر من با امیر لشکر محمود آیرم که اون وقت فرمانده لشکر جنوب بود مربوط بود. شازده امام حسین میرزا پسر فرمانفرما هم رئیس ستاد جنوب بود. این بود که اینها از پدرم دعوت کردند که در 40 ستون به ملاقات رضاخان و بعد به ملاقات احمدشاه برد. او و عده‌ای از علمای اصفهان از جمله حاجی آقا نورالله و آقا رضای مسجد شاهی رفتن اول پیش سردار سپه و بعد پیش احمدشاه و احمدشاه به هر کدوم اینها یک عصای مرصع داد. صحیح. شما فرمودید که 13 سالتون بود و به کالج انگلیسی‌ها رفتید. ممکنه فقط خیلی کوتاه بفرمایید که موقعیت تحصیلی در اون دوران چه بود؟ من فکر می‌کنم شما دارید راجع به سال 1920 صحبت می‌کنید. 1923 24 23 یعنی 1302 چه موقعیتی بود در ایران برای تحصیل؟ در ایران در موقع خیلی موقعیت کم بود. در تمام اصفهان یک مدرسه سارمیه بود که شازده سارم الدوله باز کرده بود دارای 3 کلاس متوسطه. مدرسه گلبهار که اون هم یکی از نائینی ها درست کرده بود حاج سعید نائینی، اون هم تا کلاس 3 داشت. کالج اصفهان تا کلاس 10 داشت، 4 کلاس متوسط داشت. بعد از اینکه من این دو مدرسه رو تمام کردم رفتم به کالج روی پروگرام لندن درست شده بود، پروگرام انگلستان و دوره‌های متعدد داشت. یکی دوره بهش گفتن که متوسطه که در کلاس 8 به شما یک تصدیق میدادن، یکی دوره عالی که در کلاس 10، یکی دوره دیپلم که در کلاس 12. در کالج هم درس انگلیسی می‌خواندید و هم درس فارسی. قسمت فارسی عبارت بود از ادبیات فارسی، تاریخ ایران، جغرافیای ایران. اون موقع زبان عربی جزو کار بود، جزو کار کالج بود. فلسفه شرق، فلسفه غرب، خیلی پروگرامی که اون وقت در مدرسه متوسطه های ایران که چند مدرسه در تهران بود کامل مثل دارالفنون و اینها مساوی بود با اونچه که امروز من میبینم در قسمت لیسانس در ایران تدریس میکنن. و البته در اون موقع عده‌ای که به مدرسه میرفتن خیلی کم بودن. رفتن من به کالج موجب این شد که بسیاری از علمای اصفهان به پدرم اعتراض کردند که چطور پسر پدرم، اسم پدرم سیف العلما بود، پسر سیف العلما به مدرسه انگلیس ها میرود و این کار پسر شما اسلام را برباد داد. پدرم گفت اسلامی که با رفتن پسر من به کالج برباد میرود اون اسلام قابل دوام نیست. پدرم معتقد بود که و به همون آخوندها میگفت که اولاد ما را برای زمانی که 20 سال یا 30 سال با زمان ما متفاوت است باید تربیت بکنیم و الا اگر اینها را برای زمان خودمون تربیت بکنیم وقتی که در آتی کشور به وجود اونها احتیاج دارد دیگر به درد کار نمیخورند. این بود که در اون موقع در اصفهان که حقیقتا از کلاس 6 به بالا درس میخوندن شاید به 500 نفر نمیرسید.